آقا سلام. بعد از 2 هفته اومدم که ادامه دوره بازیسازیمون رو رکورد بکنم. قسمت 7مونه. تو این قسمت میخوایم که با طراحی کاراکتر یکم بیشتر آشنا بشیم و دیگه صحبتی ندارم، بریم ادامه ویدیو. قبل از اینکه بریم سابسکرایب بکن، لایک بکن، حالا بریم ادامه ویدیو. آقا امروز اومدیم که دیگه عملا فقط با اسپریت آشنا بشیم. یه اس تست من درست میکنم. خب من میخوام سایز اینو عوض کنم. کی ببینم؟ اینو میزنم و اینجا اسکیل ایمیج داره، مینتین اسپکت ریتیو که من اینو برمیدارم و مثلا بالایی رو میکنم 100. البته نه این ویتسشه، چاق میشه کاراکترمون 100. خب و اپلای میزنم، اینجوری شد. حالا میخوام اینو ادیت بکنم. ادیت ایمیج میزنم، این بخش رو دیگه میدونستین. و اینجا من میتونم قلممو انتخاب بکنم، میتونم مربعی بکشم، حالا باز مربعاش هم سایزهای مختلف داره. دایره‌ای بکشم، میتونم رنگ انتخاب بکنم، مثلا آبی. خب مثلا من اینجا یه 2 بکشم. حالا اینا هر کدوم یه سری سایزهای مشخص داره. پاک بخوایم بکنیم با این میتونیم پاک بکنیم، فقط حواستون باشه که سایزش رو تنظیم بکنیم. کنترل زد که دیگه همتون میدونین اگه برنامه‌نویس هستین. کپی پیست میتونین انجام بدین. بذارین بهتون یه نمونه نشون بدم. آقا من مثلا اومدم اینجا یک کشیدم، بعد خوشم اومده اینجا میخوام بزنم. این چیه؟ این باعث میشه که ما بیایم یه بخش دومی واسه این کاراکترمون انتخاب کنیم. بذارین یه چیز قشنگتر بکشم تا دقیق‌تر متوجه بشین. شیفت رو نگه میدارم که صاف بکشم. خب دوباره شیفت رو نگه میدارم، شیفت. البته یه راه آسان‌تر هست که بهتون میگم جلوتر. خب اینجا من میام با میخوام یکم که چشمش گوگلی بشه. خب اینجا من میام گوگلی شد، مثلا یک چیزی میکشم همینجوری. خب و این از این. حالا من میخوام تو اسپریت بعدی این پوکر فیس بشه، یعنی اینجوری بشه، بجای اینکه اینجوری بشه. خب من میام اینو کپی بکنم. چجوری؟ اینجوری. نه ببخشید خراب کردم، اینجوری نبود. اینو برام داشتم، این شبیه انتخاب کردن تو فتوشاپ. میکشم دورش، یک کمکی بد کشیدم، یه جا دیگه کلیک میکنم، کنترل سی میزنم، میرم تو اینجا رو میزنم، میام تو صفحه بعدی. ببین کنترل سی رو زدم، مثلا اینجا دیگه اومد. خب اینجوریه، یعنی وی الان ما نداریم، فقط اینجوری میتونیم کار بکنیم. و تنها راهش هم اینه که مثلا من اینجا بذار من اینجا یکم بزرگتر بکنم. فکر کنم اینجا تنظیماتی داشت. نگاه پیدا کردم. 32 و 40. این پایین نوشته ادیت، خودم یعنی در واقع ادیتورم. فلش میزنم به اون پایین ببینین. حالا اینجا میام، اینجا 32 40 میکنم. و الان دقیقا جای قبلی. حالا اینو میتونم بیام دستکاری بکنم چهرهشو. میام اینجا مثلا همون اندازه‌ای که میخوام برمیدارم. زرد اول که اینجا بزنم، بعد سیاهو برمیدارم. خب حالا اینو ببینید. درسته که الان مثلا شاید زیاد قشنگ نیست، ولی حالا بیاین یک کار دیگه ای بکنیم. اینجا اسپید رو من میذارم روی 2. میبینین یک کمکی باحال شد، نه؟ قبول دارم باحال شد. و این برای کپی بود، برای کپی بود.
و حالا دماغم میشه واسش بذاریم. حالا بیایم فرض بگیریم من میخوام واسه این بیام یه استروک بذارم. استروک احتمالاً بچهای فتوشاپ کار میدونن چیه، اونایی که نمیدوننم ببین من الان میخوام دور اینو بیام سیاه بکنم اینجوری. خب چیکار میکنم؟ اینجا این دو بخشا حواستون باشه، این دومیه رو انتخاب میکنم، میتونم آ رو بزنیم. مثلا من اینو میزنم، بعد میخوام اینجا رو بگیرم آ رو میزنم و اینو اینجوری میکشم. حالا رنگش رو از کجا انتخاب میکنه؟ اینجا مثلا من سبز میگیرم، اینو بزنم. اگر میخواین که مثلا دو رنگ کار بکنین، یعنی ببین بذار بده اینجوری توضیح بدم. اینجا الان سیاه، من میام اینو مثلا میذارم قرمز. خب اینجوری میکشم دیگه، نمیام باز نیم سر از اینجا بردارم، از همینجا راست کلیک میگیرم میکشم. تمام، دو رنگی کار دارم میکنم. خب برای مثلث و اینا دقیقا همین امکانات هست، فقط یه مقداری متفاوت تره. خب مثلا برای مثلث من باید 3 زل بکشم، نقطه اول هم میزنم، نقطه دوم هم میزنم، نقطه سوم هم میزنم و مثلث هم درست میشه. مثلا بیاین الان رو این تست بکنیم، دقیقا وسطش میره دیگه، وتره این کار. دایره هم هست، کامیت تول چینز نو. خب این بیشتر شده باز مربعه، منظورم طریق کار. و برعکسش هم هست دیگه، مثلا یه وقتایی هم هست شما نمیخوای فقط دورش پر بشه، میخوای کامل داخلش رو پر بکنی. همون روشی که اول کار گفتم از این ساده تر هم هست. به جای اینکه بخوام با این بیام دونه دونه بذارم، به جای اینکه با این بخوام بیام دونه دونه بذارم، خب میام با همین مثل بچه آدم یه دونه میکشم و خیال خودم راحت میکنم. دیگه چیا داریم اینجا؟ آرک تول، برای درست کردن، حالا تو ریاضی بهش میگن سهمی، ولی خب فکر نکنین اسم درستش باشه، نمیدونم. مثلا الان یه دونه هم اینجوری میام درست میکنم. خب یکم سخت کار باشه، فکر نکنم زیاد اصلا به کارتونم بیاد. تی که مثلا من الان اینجا میخوام یه چیز تایپ بکنم، سلام. فونتش کجا میخوره؟ اونش رو باید تو قسمت های بعدی ببینیم که فونتش کجا میخوره. و این دیگه فکر کنم همه باش آشنایی دارم برای کپی کردن رنگه. حالا اینم باز چپ و راست داره دیگه، راست بزنید رو راستتون میاد، مثلا اینجا چپ هم بزنید رو چپ. و اینو که گفتم رکتانگل سلکت تو، این یکی نمیدونم چیه، بیایم با هم دیگه ببینیم. و این اینجوری انتخاب میکنه، ببینی؟ مثلا من اینجا رو کپی میکنم دارمش. حالا اگه یه جایی بکشم، کاربردی نیست. این یه بار دیگه درست میکنم. بیشتر احساس میکنم کار همون پاک کنه اونو انجام میده، زیادی کاربردی نیست. شاید هم کارش اینه که تعیین سایز میکنه برای پاک کنه اون. مثلا الان فهمیدم ایراد چی. ببینید آقا این موقع یه لحظه به یه ایرادی خورد. ببینید چیزی که من میخواستم بهتون یاد بدم، دو تا چیز اول بگم چون این اشتباه من بود. شما میتونید اینجا مثل فتوشاپ لایه درست بکنید، ولی مثل فتوشاپ خودش اتوماتیک لایه درست نمیکنه. این مورد اول. مورد دوم این که شما وقتی که میخواین بیاین با این یه چیزی رو انتخاب بکنین، یا با این یا با این، باید رو اون لایه که اونو کشیدین انتخاب بکنین، عملا مثل فتوشاپ.
امیدوارم تجربه کار با فتوشاپ داشته باشیم. اینقدر فتوشاپ حالا این بخش من کپی دارم، میتونم بیام یه جای دیگه اینو استفاده بکنم. خب و باز این یکی مورد هست، اینم ماجیک توله، اینجوری کپی میکنم اینجا میتونم بیام استفاده بکنم، هم رنگا رو میگیره دیگه. حالا مثلا چند تایی بخوایم بگیره باید کنترل رو نگه داریم، کپی اینجا مثلا پیست. خب دیگه مورد بعدی که بخوام بهتون یاد بدم این روتیته که باعث میشه که براشتون بچرخه، یه همچین چیزی بذارین. اینو من میام اینجوری میکنم، باشه من خودم چون خیلی وقت باش کار نکردم چیزش یادم، اینو اینجوری میکنم، مثلا این اولش اینجوری میام میچرخونمش برعکسش میکنم، بعد اینو میزنم براشمو و الان برعکس میتونم بکشم. درست؟ فقط یه مقدار دیگه کیفیتشو خراب میکنم. اینم هست، مثلا من این براش همه براش عادی، مثلا اینو برم، خب این براش عادیمه، اینو میزنم برعکس میشه، اینو میزنم البته نه دیگه برعکس نمیشه، اینو که زدم این الان اینجوری میشه. خب این فرق نداره چون در صورت یه طرف، میدونی منظورم، یعنی قرینش بکنی همین میشه. ولی مثلا بیا یه کاری بکنیم، من مثل اون موقع انجام دادم، با این میام مثلا یه اینجوری مانندی رو کپی میکنم و حالا میام اینجا که اینو بچرخونم، چرخید، دوباره میزنم بازم چرخید، چی باحال شد، دوباره صورت درست شد. خب اینو بزنم باز دوباره میچرخه. اینم که برای جابجایی کردن، جابجا کردن چیه؟ جابجا کردن. ویدیوم به اندازه کافی طولانی شده ولی خب هنوز مطلب زیاد داره و تو ویدیوهای بعدی من بیشتر توضیح میدم. اینم فقط بگم کالیژن ماسک، این کالیژن ماسک برای اینه که شما تعیین بکنید که مثلا میگم بزنید اینو من بیارمش بالاتر، با دکمه اسکرول دارم میارمش بالاتر، یعنی دکمه اسکرول کلیک میکنم درگش میکنم. مثلا من بذارین اینجوری بیام بهتون نشون بدم، این الان کالیژن ماسک منه. اگه یک چیزی بخوره به این کاراکتر من روش دستورات اعمال میشه، ولی خب من اینو نمیخوام چون این اصلا خارج از ظاهر کاراکتر منه. ظاهر کاراکتر من میشه اینجا. خب این کالیژن ماسک عملا تعریف سادهش همینه. حالا حالت دیگه هم داره دیگه، مثلا میتونین بچرخونین، میتونین دایره بکنین، میتونین چه میدونم بقیه اشکال و دقتش هم میتونین افزایش کاهش بدین. اینم که مربوط به همین اعداد حالا گوشه هاش. و فعلا همینا کافی بود به نظرم برای این ویدیو. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون و تا ویدیوی دیگر خداحافظ.